خانواده ها و مردم تبدیل شده است. واو 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 واو، چه گلای خوشگلی. آفرین فارسی تیوی، راضیم ازت. پارک پرچم ملی یکی از پارک‌های فرهنگی و تفریحی این شهر است که در روبروی آمفی‌تئاتر و موزه ملی تاجیکستان قرار دارد. بازارهای این شهر را نباید فراموش کرد. جایی که می توانید نگاهی اجمالی به زندگی روزمره مردم در شهر داشته باشید. آفرین. به به، این بازار خیلی معروفه بچه‌ها. به به، خیلی زیباست. قلعه حصار نمایانگر تاریخ و فرهنگ تاجیکستان است که بازدید از آن به شما این فرصت را می‌دهد تا با تاریخ این کشور آشنا شوید. موقعیت این قلعه امکان مشاهده مناظر طبیعی و بکر و کوههای اطراف را به شما مهیا می‌کند. دمشون گرم به خدا. واسه نوروز باید بریم دوشنبه. چقدر قشنگه، چه شهربازیه. چه لباسای خوشرنگی. این لباس قرمز دل منو برده، خیلی لباسش قشنگه. ببین دخترها چقدر قشنگ میرقصن، بعد پسرها رو نگاه کن چجوری میرقصن. شیرین لب دندان مزه داره. چه کیفی میده به قرآن. بری اینجا یک گوشه وایسی اینجوری بزنی و برقصی حال کنی. به 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 به. لا 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 لا. الان اومدن یه جای دیگه. اینا چیه؟ اینا کاپه؟ آره.
چقدر سرخوش این پیرمرده، چقدر سرخوشه، دمش گرم. ایول. چاکر بچه‌ها این قسمت همینجا به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من که خیلی خوشم اومد بچه‌ها. توی دیسکریپشن گفتم که لینک اینستاگرام ما هستش و به ما پیام بدید و چیز میزای کلیپ میلوپای خوشگل آدمای تاجیکستان داری واسمون بفرستید و اگه یه سری تبلیغات هم خواستین توی همون اینستاگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. چاکر بچه‌ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نره تا دیداری دیگر. بدرود.